پس از انجام مراسم استقبال رسمی بررسی مسائل رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و ایران در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سعید ابراهیمی رئیسی آغاز یافته در مذاکرات وسیع هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. در ملاقات مجموعه مسائل همکاری تاجیکستان و ایران موضوع‌های رابطه‌های دوجانبه، منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. تاکید گردید که مردمان دو کشور دوست همزبان و همفرهنگ ما را ارزش‌های مشترک معنوی و فرهنگی با هم می‌پیوندند. این مشترکات می‌تواند زمینه مساعد برای رشد منبع مناسبت‌های دوستی و همکاری سودمند گردد. ضمن ملاقات با مسئله تحکیم و توسعه مناسبت‌های همکاری در چندین بخش‌های آینده‌دار از جمله در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، کمونیکاسیا، انرژتیکا، صنعت، فرهنگ، معارف و علم، تامین امنیت و دیگر عرصه‌های برای هر دو جانب سودآور توجه ظاهر گردید. از فعالیت نظررس کمیسیون مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران در سمت تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ایران اظهار قناعتمندی کرده شد. برای افزایش حجم گردش مال پیشنهاد گردید که برنامه درازمدت همکاری اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 تهیه گردیده برای رشد همکاری دوجانبه در ساحه تجارت و سرمایه‌گذاری، فعالیت پالاتای مشترک سودا و صنعت تاجیکستان و ایران و شورای مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور راه اندازی کرده شود. همکاری در حوزه‌های صنعت و کشاورزی، انرژتیکا و معدن از جمله در بخش‌های ساختمان صدها نیروگاه‌ها، بنیاد کارخانه‌های تولید دارو، مصالح ساختمان و دیگر سمت‌های دیگر و سودمند رابطه‌های دوجانبه نامیده شد. جانب‌ها رشد اینفراستراکتور و پیوست شبکه‌های نقلیاتی، بنیاد راه‌های زمینی، آهن و پیوست آنها با بندرهای آبی ایران را برای تماس‌های بشری ضرور شمردند. در هفته ملاقات جانب‌ها عاید به گسترش همکاری فرهنگی، علمی و ساحه سیاحی تبادل افکار کردند. ضمن بررسی مسائل همکاری در ساحه امنیت، رابطه‌های ساختارها در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و دیگر تهدیدهای زمان معاصر به منفعت دو کشور و منطقه نامیده شد. جانب‌ها از وضع سیاسی و نظامی در کشور افغانستان اظهار نگرانی کردند، زیرا این حالت مرکب به امنیت و ثبات منطقه تهدید می‌کند. در هفته ملاقات همچنین مسائل رابطه‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای آن، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای بین‌المللی بررسی گردیدند. جانب تاجیکستان آغاز رسمیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به عضویت سازمان همکاری شانگهای استقبال نموده اظهار اطمینان کرد که رابطه‌های مشترک دو کشور در این سازمان با دریافت راه‌های نو تحکیم همکاری سازنده مساعدت خواهد نمود. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سعید ابراهیمی رئیسی، بسته نو سندهای همکاری به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبات دو جانب را تقویت شد. با بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس جمهوری اسلامی ایران، سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سعید ابراهیمی رئیسی امضا گذاشتند. سپس سندهای زیرین امضا گردید. سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران درباره سپردن محکوم شدگان، یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران عاید به همکاری اقتصادی و تکنیکی،
протоколи техникӣ байни хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маъмурияти гумруки ҷумҳурии исломии Эрон дар бораи мубодилаи электронии маълумоти гумрукӣ, ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, ёддошти тафоҳум байни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати кор, таовун ва рифоҳи ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи омӯзиши техникӣ ва касбӣ, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ байни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати таовун, кор ва рифоҳи иҷтимоии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум байни вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати ҷиҳоди кишоварзии ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати варзиш ва ҷавонони ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи варзиш. баъди анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ, сарони ду давлат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳимӣ Раисӣ барои доираи васеи хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои мулоқоту музокиротро неку назарас арзёбӣ карданд. Муҳтарам намояндагони васоити ахбори omma, хонумҳо ва ҷанобон, қабл аз ҳама бори дигар раиси ҷумҳурии исломии Эрон ҷаноби олӣ доктор Иброҳим Раисиро ба Тоҷикистон хайрамақдам мегӯям. Инчунин ҷаноби олиро ба муносибати интихоб шуданашон ба маснади олии раиси ҷумҳурии исломии Эрон бори дигар табрик гуфта, аз сафари нахустинашон ки ба Тоҷикистон анҷом доданд изҳори қаноатмандӣ менамоям. имрӯз тибқи барномаи сафари расмӣ мо дар фазои дӯстона ва ҳусни тафоҳум мулоқоту музокироти сермасъулро анҷом додем. зимни суҳбат мо масъалаҳои асосии муносибат ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Эронро баррасӣ намудем. итминон дорем ки бастаи нави санадҳои ҳамкорӣ ки имрӯз ба имзо расиданд барои тақвияти минбаъдаи муносибатҳои ду кишвар заминаи боз ҳам мусоид фароҳам меоварад. таъкид гардид ки мардумони мо дорои арзишҳои муштарак ва безаволи таърихӣ, маънавию фарҳангӣ мебошад. изҳори итминон намудем ки ин муштаракот заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд мебошад. мо ҷонибдории худро аз тақвияти муколамаи созандаи сиёсӣ байни ду давлат дар сатҳҳои мухталиф ва тавсеаи минбаъдаи онҳо ки дар раванди ташаккули фазои ҳусни тафоҳум ва эҷоди эътимод нақши муҳим доранд изҳор намудем. мо хоҳони густариши ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ҳастем ва зарурати талошҳои бештари сохторҳои соҳавиро ҷиҳати беҳбуди муомилоти тиҷоратии дуҷониба таъкид намудем. ба мақсади расидан ба ин ҳадафҳо пешниҳод намудем ки ҷонибҳо барномаи дарозмуддати ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ байни Тоҷикистон ва Эронро то соли 2030 омода намуда ба имзо расонанд. ҳамзамон нақши комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангиро дар раванди таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ муҳим арзёбӣ гардид. ҳамзамон фаъолгардонидани робитаҳои доираҳои соҳибкории ду кишварро дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ мувофиқи мақсад донистем. рушди инфрасохтор ва пайвасти шабакаҳои нақлиётӣ дар роҳи тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, афзоиши табодули мол ва тамосҳои башарӣ
مهم دانسته شد. کشور ما جانبداری خود را برای ادامه تطبیق تدبیرها برای بهبودی شرایط موجوده نقلاتی و بنیاد راه‌های زمینی آهن و پیوستی آنها با بندرهای آبی ایران ابراز نمود. در این زمینه ما علاقمندی خود را برای تقویت همکاری بین ساختارهای دخلدار دو کشور جهت استفاده امکانات بندرهای چابهار و بندر عباس جمهوری اسلامی ایران برای حمل و نقل مالها قید کردیم. ما گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی میان تاجیکستان و ایران را امری طبیعی دانستیم. در این زمینه تشکل زمینه‌های حقوقی و قراردادی را برای رشد سیاحی ضرور شماریدیم. همچنین اندیشیدن چاره‌های ضروری را برای بهبود خط‌سیرهای هوایی مستقیم و منتظم و نظام سفر بین دو کشور تقاضای زمان دانستیم. ما با در نظر داشتی وضع حساس امروزه مهم بودن همکاری ها را در ساحه امنیت تاکید نمودیم. در این ضمن وضع نگران کننده افغانستان همجوار در مرکز توجه ما قرار داشت. ما خواهان استقرار هرچه زودتر صلح و ثبات کامل در آن کشور که عامل مهمی تأمین امنیت در منطقه می باشد هستیم. کشور ما آمادگی خود را برای مساعدت به این روند تاکید نمود. همزمان با این ما تأسیس حکومت همشمول و فراگیر منفعت‌های همه گروه‌های اجتماعی و قوم و ملت‌های ساکن افغانستان را عامل کلیدی استقرار صلح و ثبات پایدار در افغانستان دانستیم. مورد ذکر است که در مذاکرات دیروزه با جانب پاکستان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قومیت‌ها باید جایگاهی شایسته داشته باشند. ضمناً اطمینان حاصل گردید که صلح و ثبات را در افغانستان میتوان فقط با همین راه تامین کرد. اینچنین هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلان کردن آتش بس و گشادن راه‌ها برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروزه دانسته شدند. در این زمینه ما به موافقه رسیدیم که تمام کوشش‌های خود را جهت رسیدن به این هدف‌ها سفربر نموده به برگزاری مذاکرات بین تاجیکان و طالبان در شهر دوشنبه مساعدت نماییم. ما برانیم که در پیشبرد این روند سازمان ملل متحد باید نقش کلیدی داشته باشد. رعایت منفعت‌های همه قوم و ملت‌های ساکن افغانستان، رأی تمام مردم مملکت، احترام و اعتراف حقوق شهروندان در دایره معیارهای پذیرفته شده بین المللی امری ضروری است. بر این نظریم که محض چنین مناسبت میتواند به برقراری صلح و ثبات در افغانستان مساعدت جدی نماید. ما تاجیکستان و ایران به حیث همسایه‌های همزبان و همفرهنگ بیش از دیگران به امنیت افغانستان منفعت داریم. باز هم تاکید کردنیم که افزایش خشونت و درگیری‌ها در افغانستان با مقیاس سالهای 90 عصر گذشته میتواند باعث سرزدن فلاکت بشری در این کشور و باز هم سنگین‌تر شدن زندگی ساکنان آن همچنین به حیث مرکز تروریسم بین المللی باقی ماندن قلمرو این مملکت گردد. ناآرامی در افغانستان امنیت و ثبات را در کشورهای منطقه و جهان به طور جدی خللدار می‌گردانند. حاضرین گرامی، ما از حالت و روند همکاری‌ها میان تاجیکستان و ایران در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی اظهار قناعتمندی کردیم.
کشور ما از آغاز روند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای استقبال نمود. اظهار اطمینان کرده شد که همکاری‌های مشترک دو کشور در دایره سازمان همکاری شانگهای و دریافت راه‌های نوی تحکیم همکاری سازنده مساعدت خواهد کرد. با در نظر داشت موافقه‌های امروز به دست آمده، ما سفر جناب آقای دکتر رئیسی را آغاز مرحله نو در مناسبت‌ها میان دو کشور دوست ارزیابی می‌نماییم. حالا با کمال میل رشته سخن را به مهمان گرامی ما رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب عالی دکتر سعید ابراهیم رئیسی میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از اینکه امروز در تاجیکستان هستیم و به دعوت آقای رئیس جمهور تاجیکستان اولین سفر خودم رو و همراهانم رو به کشور تاجیکستان قرار دادیم. کشور دوست، مسلمان، سابقه دیرینه فرهنگی. با این کشور بسیار خوشبختم و امید دارم که این سفر نقطه عطفی باشه برای روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان. ما در گفتگوهایی که دو جانبه با آقای رئیس جمهور داشتیم به پیشینه روابط بین دو کشور اشاره کردیم. این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است با کشور تاجیکستان. همچنانی که مطلعید، اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همواره تلاش کرده در این مدت اونچه که از ظرفیت‌ها میتونه برای گسترش مناسبات به کار بیاد حتما از این ظرفیت‌ها استفاده بشه. و قراردادهایی که تاکنون منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان گواه بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره، ما قراردادهایی رو منعقد کردیم. امروز به امضای وزرا رسید. لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست اراده دو کشوره. اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه. دلایلش هم کاملا روشنه چرا اولویت ماست ارتباط با تاجیکستان. چون هم کشوری هستیم که این کشور الگوها و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم این کشور و با این کشور وجود داره و اصلا در یک نگاهی شاید ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم و این نگاه که ما دو کشور رو دو کشوری ببینیم که از یک فرهنگ، از یک پیشینه بسیار عمیق و دارای یک تمدن کهنی هستیم. لذا ارتباط و مناسبات با این کشور رو بسیار اهمیت قائلیم و حتما این مناسبات توسعه پیدا میکنه. ظرفیت‌های ارزشمندی است در کشور تاجیکستان، ظرفیت‌های گسترده‌ای است در جمهوری اسلامی ایران که باید با برنامه‌ریزی این ظرفیت‌ها زمینه توسعه مناسبات بین دو کشور بشه. از جمله این ظرفیت‌ها ظرفیت تجاری و اقتصادی است. ظرفیت تجاری و اقتصادی که فعلا بین ایران و تاجیکستان است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه پیدا کنه، به یک مرحله قابل قبول برسه. هم امکاناتی که از جهت حوزه ارتباط با دریا جمهوری اسلامی ایران داره، اشاره کردن آقای رئیس جمهور در بندر چابهار، بندر عباس، زمینه‌هایی است که میتونه ارتباط تجاری بین
ایران و تاجیکستان رو افزایش بده و از جمله مناسباتی که بین دو کشور باید توسعه پیدا کنه مناسبات فرهنگی است. مناسبات فرهنگی بین دو کشور از زمینه‌های بسیار خوبی است که میتونه زمینه‌های فرهنگ رو، هنر رو، ادب رو، دپارتمان زبان فارسی رو در محافل علمی و دانشگاهی در تاجیکستان موجب گسترش این ارتباط فرهنگی و ارتباط هنری و ادبی بین ایران و تاجیکستان باشه. به نظرم گام‌هایی که باید بخش‌های فرهنگی در این رابطه بردارن گام‌هایی است که میتونه به توسعه روابط بیانجام است. از بخش‌های مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره موضوع کشاورزی است که کشاورزی هم قراردادی امروز منعقد شد. این قرارداد میتونه اجرایش به توسعه مناسبات بین دو کشور بیانجامه. ما امیدواریم این سفر فصل نو و جدیدی باشه برای ارتباط با کشور تاجیکستان و توسعه فرهنگی، گردشگری و علمی بین دو کشور رو انشاءالله ما شاهدش باشیم در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری. نکته دیگه همکاری‌های منطقه‌ای است که بین ایران و تاجیکستان باید وجود داشته باشه. الحمدلله ما نظراتمون نسبت به افغانستان بسیار نزدیکه به همه. یعنی هم ما و هم دولت تاجیکستان اعتقاد داریم که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری بر این کشور شده. باید دست بیگانگان را از افغانستان قطع کرد. بیگانگان برای افغانستان به هیچ عنوان نتوانستند نه امنیت بیافرینند، نه امنیت ساز بودند و نه تونستند برای ملت افغانستان مشکلی را حل بکنند. ادامه حضور بیگانگان و نقش آفرینی بیگانگان رو ما نمیپذیریم. باید مسئله افغانستان توسط مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقه‌ای دارن حل بشه. همکاری ما و تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای افغانی ها خود سرنوشت خود را رقم بزنند. ما معتقدیم مسئله افغانستان رو باید خود افغانی ها حل کنن. یک مذاکرات بین الافغانی باید شکل بگیره، منتهاش با تسهیلگری و با در واقع فضا رو آماده کردن برای اینکه افغانی ها خودشون تصمیم بگیرن. حکومت و دولتی که بخواد اونجا برپا بشه باید دولت فراگیر باشه. اگر دولتی باشه مربوط به یک قوم، مربوط به یک گروه سیاسی، اونجا نمیتونه مسائل افغانستان رو حل بکنه. باید دولت فراگیر باشه. معنای فراگیری اینه که همه اقوام، همه گروه‌های سیاسی در این دولت احساس نقش بکنن و این دولت هم بتونه از همه ملت افغانستان نمایندگی رو داشته باشه. این میتونه آینده افغانستان رو رقم بزنه. حضور تروریست ها در افغانستان برای نه فقط افغانستان، برای منطقه خطرناکه. امروز امریکایی ها که داعش رو تشکیل دادن بعد از شرارتی که در منطقه سوریه و عراق انجام دادن رفتن به طرف استقرار در افغانستان. حضور داعش در افغانستان نه فقط برای افغانستان، برای منطقه خطرناکه و باید زمینه حضور هر گونه جریان تروریستی رو در افغانستان از بین برد. ما با حضور هر گونه جریانی که بستر برای رشد جریان‌های تروریستی در افغانستان باشه مخالفیم و معتقدیم باید باش برخورد بشه قاطعانه. هیچ گونه نمیپذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی بخواد اونجا خانه بکنه و به کشورها و به منطقه و به افغانستان ضربه بزنه. افغانستان رو ما افغانستان با امنیت، دارای صلح، آرامش، دوستی و پیشرفت قبول داریم. ما معتقدیم باید حضور بخش‌های مختلفی در افغانستان امنیت ساز باشه. جمهوری اسلامی تا کنون حضورش در منطقه حضور امنیت ساز بوده، ولی حضور بیگانگان در منطقه حضور مخرب امنیت بوده، تخریب کننده امنیت بوده. ما هر جا حضور پیدا کردیم حضورمون حضور امنیت ساز بوده.
تلاشمون این بوده که مردم افغانستان خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. راه حل مسئله افغانستان با یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست. راه حل دولتی فراگیر و دولتی که بتونه همه اقوام رو در بر بگیره. باید کشورهای دیگه هم کمک کنن. ما هم در جمهوری اسلامی حتما این سیاست رو دنبال میکنیم که افغانستان بتونه تصمیم بگیره برای شکل دادن یک حکومتی که اداره افغانستان رو بتونه در آینده انشالله تضمین بکنه. امیدواریم حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان یک فصل جدیدی رو از همکاری‌های تجاری و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بین دو دولت و دو کشور رقم بزنه. علاقه ما و علاقه مردم ما به مردم تاجیکستان بر همه مردم تاجیکستان روشنه. امروز رهبری معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی برای همه مردم منطقه، برای همه مردم مسلمان در سراسر عالم نگران هستند که مردم مسلمان در جای جای این منطقه بتوانند زندگی همراه با آرامش، همراه با رشد، پیشرفت و تعالی داشته باشند. همواره ایشون در سخنانشون، در دیدگاهاشون، در اعلام موضعشون به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همواره نسبت به این که باید ملت‌های مسلمان رشد و پیشرفت و تعالی داشته باشند ایشون این رو بر زبان جاری کردن و تأکید کردن. ما هم در جهت همین سیاست معتقدیم کشور تاجیکستان کشور دوست، برادر و هم فرهنگ و هم دین ما هرچه راه‌های توسعه و پیشرفت رو طی بکنه مثل این است که ما راه پیشرفت رو طی کردیم. کوچکترین ناامنی در تاجیکستان و در منطقه ناامنی کشور ماست. پیشرفت و تعالی در تاجیکستان و در کشورهای مسلمان و منطقه پیشرفت ما محسوب میشه. ما پیشرفت همه رو در منطقه پیشرفت خودمون میدونیم. لذا امروز گام‌هایی که در تاجیکستان برداشته میشه برای پیشرفت مردم تاجیکستان حتما ما این پیشرفت‌ها رو پیشرفت‌های خودمون تلقی میکنیم. امیدواریم روابط خوب بین دو کشور بتونه در جهت منافع هر دو کشور و ملت عزیز تاجیکستان و ملت بزرگ ایران انشالله باشد و گامی باشه در جهت پیشرفت این روابط. یک بار دیگه از مهمان نوازی گرم آقای رئیس جمهور ملت عزیز تاجیکستان، دولت تاجیکستان تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم که این رفت و آمدها همه در جهت گسترش مناسبات و روابط بین دو کشور باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خانوها و جنابان، نشست مطبوعاتی ما خاتمه یافت. برای اشتراک با همه شما از سپاس می نمایم. سلامت باشید، خوشبخت باشید، آباد باشید.